مقصد چیه برادران؟ امروز همه ما و شما در قسم آموخته شدیم. در دروغ هم والله قسم میگیم، در تهمت هم والله قسم میگیم، در غیبت هم والله قسم میگیم، دروغ میگیم والله میگیم. روز قیامت جوابگری داره. یک صفت جنتگی ای ما و شما برطرف میشه برادر. زمانی که ما قسم خوردیم و کارمان نادرست است. از این خاطر به قسم خوردن خودتان آموخته نکنید برادر است. قسم نخورین یک روز. قسم خوردن کار خوبی است. که زمانی میخواهید نام خدا را در کارتان بگیریم، در کار درست بگیریم. نام خدا را گرفتی، او کار به اخیر برسان، درستش بگیر. روز قیامت خدای کشتلت میگیره. پروردگار تو را بسیار سخت میپرسد چرا نام ما قسم خوردی و دروغ کردی؟ چرا نام ما قسم خوردی و نادرست کردی؟ این بسیار جدیه برادر عزیز. از این خاطر ببینید پیغمبر